ان یحب المرء لا یحبه الا لله. این دوم چیزی است که برای تو حلاوت ایمان پیدا میکنه. یک کس را خوش داری، میگه اگر یک کسی را دوست میداشته باشه، او را دوست نمیداشته باشه مگر به خاطر الله. اگر دوستای تو کسایی بودن، تو کسایی را دوست داشتی که او را به خاطر رضایت الله دوست داری، اونجا باز بر تو محبت چی پیدا میشه؟ لذت ایمان پیدا میکنه. یک کس را دوست داره به خاطر مالش، یک کسی دیگه رو دوست داره به خاطر زیبایی چهرهش، یک کسی دیگه رو دوست داره به خاطر قوتش، خوب قهرمان است، خوب فوتبالر است، خوب بچه فیلم است، خوب هنرمند است، خوب فلانیست. این دوستی ها تقسیم شده در یک کس. اما یک کسی رو دوست داره به خاطر از اینکه دیندار ایماندار است. میگه والا من فلانی نفر رو دوست دارم. چرا این رو دوست داری؟ میگه به خاطر از اینکه این بسیار انسانی هست که کتازی بشینی الله به یادت میه، کتازی که بشینی رسول الله صلی الله علیه و آله به یادت میه، ایره که میمان کنی مجلس میمانی تو مجلس به علم و به تقوا این مجلس تو تبدیل میشه. این حال اونو انسان ها لذت ایمان پیدا میکنن که الله و رسولش نسبت به هر کس دیگه برشان محبتش بیشتر باشه، و دوم کسایی که یک کسی را دوست نمیداشته باش مگر به خاطر رضایت الله، و سومش است که و ان یکره ان یعود فی الکفر کما یکره ان یقذف فی النار. یا میگه مثلا چی است؟ این حدیث صحیح بخاری هست. این میگه که اقدر رفتن به کفر برای ازی بدش میه مثل ازی که یک نفر در آتش برتی. حالا بسیاری کسا هست لذت ایمان نمیفن. چرا نمیفن؟ گپ کفر، گپ بیدینی، فکایی گفتن سر خدا، فکایی گفتن سر پیغمبر، مسخره کردن، این گپا برش بسیار عادی معلوم میشه. قرار مجلس است، ولو که یک نفر بسیار توهین و تحقیر به دین بکنه قرار سنش سایل میکنه. اما کی میتونه؟ رسول اکرم صلی الله علیه و آله که او واقعا لذت ایمان پیدا میکنه که چی هست؟ که اقدر رفتن به کفر برش بد است مثل که یک نفر ایره در بین آتش برده. و از این خاطر در حدیث دیگر رسول اکرم صلی الله علیه و آله چی میگن؟ میگه لا یؤمن احدکم. عن انس بن مالک قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم. انس بن مالک رضی الله عنه چی میگه؟ میگه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم. میگه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت که لا یؤمن احدکم، مؤمن گفته نمیشه که از شما. یعنی یک کسی میگه که من والا بسیار خوب مؤمن هستم، ایماندار هستم، میگه این مؤمن گفته نمیشه حتی اکون احب الیه من ولده و والده و الناس اجمعین. یعنی تا وقتی که من پیغمبر خدا محبوب تر نباشم به این از اولادش، از والدینش و حتی از تمامی مردم ها.